دیروز جمعه تهران بیشتر از همیشه لبریز عطر امام زمان بود، لبریز استعانت از بقیت الله که روح و جان ما فدای مقدمش باد. ای سید ما، ای مولای ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. دیروز انگار امام بار دیگر با امت خود لب به سخن گشوده بود و راه نورانی وحدت و سرافرازی را نشانه میداد. ما اگر همه اشخاصی که در کشورمون هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند اگر به قانون خاضع بشیم و اگر قانون را محترم بشمریم هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. آخرین وصایای امام رو به یاد بیارید. قانون فصل الخطابه، قانون رو فصل الخطاب بدانیم. انتخابات اصلا برای چیست؟ انتخابات برای این است که همه اختلافها سر صندوق رأی حل و فصل بشود. آری، دیروز جمعه دیگری بود، جمعه دعوت به صفا و آرامش و برادری. من از همه این دوستان، این برادران میخواهم بنا رو بر برادری بگذارید، بنا رو بر تفاهم بگذارید، قانون رو رعایت کنید. راه قانون باز است، راه محبت و صفا باز است. از این راه برید و امیدوارم خدای متعال توفیق بده که همه از این راه برن. خب همه پیشرفت کشور رو میخوان. جشن پیروزی 40 میلیونی رو گرامی بدارن این برادران، نگذارن دشمن این جشن را خراب کنه، همچنانی که دشمن میخواد خراب کنه. تهران امروز یکی از حساسترین، با شکوه‌ترین و تاریخی‌ترین نماز جمعه را به خود دید. نمازی که چشم جهان را خیره خواهد کرد و اثرات و برکاتش در تاریخ این مرز و بوم باقی خواهد ماند.